بینندگان محترم،
فعلا با خلیل جان راغب و منزل داوود جان رامش که میشه که قدردانی استاد ماوش دارن یه قرار داریم و میخوایم که از خلیل جان راغب چند کلمه درباره استاد ماوش بشنویم. محترم خلیل جان راغب، شما طوری که همیشه گفتین شما در رکاب استاد ماوش سالهایی است که همکار بودین و همکاری داشتین و سفرهای زیادی در امریکا و بیرون از امریکا هم همراهشان داشتین. اونا رو چه قسم یک شخصیت هنری دریافتید؟ تشکر میکنم از اینکه به ما وقت دادین. سلام میرسونم به همه بینندگان گرامی. باید خدمت شما عرض کنم زاهد جان که من آشناییم همراه استاد ماوش زیادتر از 40 سال است که از افغانستان میشناختم، ولی خب در ایران زمانی که من به تحصیل رفتم تقریبا 35 سال پیش اینا آمدن برای یک سفر و تقریبا یک ماه در یکی از کابارهای بسیار مشهور ایران ما همراهشان در یک 4-5 روز اول در نواختن هارمونیم و بعد از در نواختن طبله همراهشان همکار بودم و بعد از اینکه امریکا آمدم استاد وقتی که اوضاع خراب شد و در بدر شدیم تیت پرک شدیم بود در امریکا استاد تشریف آوردن و بعد از یک مدت بسیار کوتاه تقریبا زیادتر از 25 سال 26 سال است که در امریکا در رکابشان هستم، در جوارشان هستم، در خدمتشان هستم. استاد ماوش که از درمندای بسیار بزرگ افغانستان است، واقعا صدایش حرف نداره، یک صدای بسیار سر مزه‌دار که هیچ همیشه گفتیم این صدای هیچ وقت ساز کار نداره، قدر صدای زیباست و زحماتی که استاد ماوش کشیدن در عرصه موسیقی و برای معرفی موسیقی افغانستان در سرتاسر دنیا در 5 قاره دنیا اینا سفر کردن. پول نداشت سفرشان، ولی فقط خواستشان این بوده که معرفی کنن موسیقی افغانستان و با وسیله موسیقی افغانستان و مردم جهان اونایی که نمیشناختن معرفی کنن و بسیار زحمات زیاد کشیدن که زحماتشان بسیار قابل قدر است. ما بسیار دوستشون دارم و یکی از هنرمندای بسیار بزرگ هستند که نامشان همیشه در تاریخ موسیقی افغانستان جاودان است. خلیل جان ما شما تشکر میکنیم برای اینکه شما همیشه در طور گفتین در رکاب استاد ماوش بودین و همکار با ایشان بودین و فکر میکنم که این همکاری شما طور گفتین از سالهای بسیار زیاد متمدن دوام داره و امیدوار هستیم که سال آینده همچنین باشه. ان شاء الله همیشه تا که نفس در وجود است، در این بدن نفس قلب میتپه، ما در خدمتشان هستم و همیشه بودیم. بسیار تشکر. بینندگان محترم بسیار خوشحال هستیم که آقای بیدار در کنار خود داریم. شما از دیدگاه خود استاد ماوش چه قسم ارزیابی میکنید؟ مهربان هستین، تشکر از سوالتان. استاد ماوش ارجمند گرامی تمام جهان میشناسد، میلیون افغان ما اما میشناسن، معرفت دارن. یک بک‌گراند غنی و آبرومند هنری و انسانی بی زن داره، آدم محو میمونه. اگر اخلاصش به هنر موسیقی ببینید، علاقه و معرفتش و پشتکار و تمام زحمات را که فاروق جان شوهرشان و خود استاد متقبل شدن در طول تقریبا بیشتر از 50 سال از قول زبان انگلیسی اگر میگن living legend بانو ماوش از قهرمانای بانوهای افغانستان است. اینا در دفاتر کلان معتبر اعتباری یا آبرومند هنرهای زیبای جهان پروگرام‌های داشتن، 5 قاره جهان گشتن، شناخته شده جهان هستن. پرالفی نشوه برای من جای سعادت است، جای سعادت است که از دوره‌های استاد نازنین هستم و سعادت همکاری غریبانه را به کنسرتان روشن داشتیم، پروگرام‌های تعاونی و زرانه‌وازی کردن، یک تعداد آهنگ‌های غریبانه و ناخواندن بیجوره بانوستن. شکرگزاری میشونه، افتخار افغانستان است برای معرفی بانوی افغانستان، حقوق بشر، حقوق خانم‌ها در جهان و در افغانستان صحبت‌های بسیار مادرانه و خواهرانه داشتن. قهرمان هستند. یک جان تشکر صاحب از مهربانی شما. بینندگان محترم، امشب هنرمندان زیاد و بزرگان شعر و ادب از هنرهای مختلف به خانه داوود جان رامش تشریف آوردن که قدردانی استاد ماوش کنند. ان شاء الله تا چند دقیقه دیگر در خدمت شما گره خواهیم. ما هم سلام و کلام پر محبت خدا نثار هر کدام شما تقدیم میکنم و بیایید که یک تشکر بسیار بزرگ از عمق قلب خود به فامیل جوشان رامش، مخصوصا داوود جان و فریبا جان که با هم
با همه مشکلاتی که است امروز از هنرمندان ما قدردانی میکنن. های کاش مرجعی می داشتیم که این کار میکردن، ولی فردی که استاده میشه این کار میکنه باز هم غنیمت است و برشان افتخار میکنیم. البته امشب با کمک و همکاری زیاد شخصیت های آشنا که نیاز به معرفی نیست، آقای عظیمی و خلیل جان راغب که شما همه آشنایی دارین امشب ترریزی شدن و ما واقعا امشب میبینم که چقدر با نظم، چقدر خوب و بهترتر. یک کف محکم به اینا لطفا نثار کنیم که زیاد زحمت کشیدن. از آقای ظاهر رسولزاد سپاسگزار هستیم که همیشه لطف دارن در قسمت کمره، یعنی در عقب کمره همکار برنامه ها هستند و مخصوصا امشب با خانمشان که میبینیم نمود کنارشان هستند و همچنان از عنایت جان انصاری که همیشه لطف میکنن برنامه ها را لایف در فیسبوک مندازن. شما عزیزان فیسبوک اگر برنامه ما را میبینید عنایت جان هستن، سپاسگزار هستیم، قلبا از حمایتش سپاسگزاریم. از آقای عظیمی که صحبت کردن ولی با کمری که دارن همیشه لطف میکنن، عکسای بسیار مقبول میبردن، تصویرهای بسیار مقبول میبردن. امیدوار هستم که ما این تصویرها روز همه تصویرها رو ببینیم که چه عکسهایی گرفتن. آقای عظیمی شما جور و سلامت باشید. خب میبینیم که کس دیگه نمانده باشد. تشکر. اگر از قید گفتار ما ماندم مرا معذور بگردانید.
بینندگان محترم دکتر صاحب عبدالله کاظم در کنار خود داریم و اولا خود تشریف آوری شما سفر محفل شما خوش آمد میگیم و میخواستیم که نظر شما رو راجع به استاد مهوش بپرسیم. اگر لطفاً برای بینندگان کمی تشریف دید خوش میشید. تشکر. اولش از شما تشکر میکنم و همیشه شما در مسائل فرهنگی فعال هستید. نام خدا آرشیف بسیار قوی از موسیقی دارید و خوش هستم که لحظه همراه شما هستم. استاد مهوش روزی که اینا شروع کردن و که پیش مرحوم استاد نینواز و بعد از او و پیش استاد هاشم و پیش استاد بزرگوار هم سراهنگ و به هنر خود آغاز کردن، از همون زمان من مشتاق صدای از اینا بودم و در هر کنسرتی که در کابل در روزهای جشن و در هر جایی که می بود و هر ترتیب ما و خانون از علاقه‌مندایی بودیم که قبلا برش می گفتیم و جای بر ما تهیه می شد و از او لذت می بردیم. خداوند مهوش را صدای داده که بسیار گیراست، بسیار از همون جوانی تا به حالی که به مرحله استادی رسیده یه استعدادش روز به روز شومخوان شده و نقطه بسیار مهمی که از اخلاق هنری استاد مهوش است در پالوی هنرمندیش که تا مقام استادی رسیده و اولین خانم افغان لقب را گرفته. اخلاق این استاد واقعا از هر نگاهی که شما بگویید قابل توصیف است، مخصوصا از روزگاری که مهاجر شد کنسرت های بین‌المللی اشتراک کرد و اولین خانمی است که شهرت بین‌المللی در موسیقی افغانی داره و همه کس در هر جایی که بوده با نامش آشناست، با صدایش آشناست و اواردهای بسیار بسیار بلند از قبیل امو ریکارد اطلاعی و سایر اواردها را گرفتن و خوبیشان هم در است که هیچ وقت هنر خود را فراموش نکردن، همیشه هنر برشان اول بوده، باز زندگی دیگهشان. نقطه که دیگه که من همیشه در طول از این 40-50 سال که شناخته تا زیادتر شناخته باشان دارم، اینا پشت پول و مقام و شهرت اینا نرفتن که از کسی پول بخواین برای اجرای هنر خود یا هنر خود را در برابر پول مشروط بسازه که اگر پول باشه من میخوانم. نه، در بسیار محافل که بیشتر فرهنگی بوده حتی خودشان حاضر شدن که من نقش خود را در این بازی بکنم. و این را ناگفتن امانه که خلیل جان راغب یک پایه استوار برای هنر استاد هستند و امروز این دو نفر چنان با هم آمیزش هنری کردن که یکی بدون دیگه بسیار کار برشان سخت است و خود استاد هم بارها میگن دیگه. من امروز خوش هستم که شنیدم و از امو خاطر راه دور را آمدم که محفل قدردانی استاد را که دوستاش اینجا ترتیب گرفتن من هم در او باشم و البته از این که قدردانی میشه و مخصوصا شنیدم که یک مجسمه شان را ساختن، ایره بسیار صمیمانه هم برش تبریک میگم و بسیار خوشحال هستم که مردم قدردان افغانستان از هنر و هنرمند قدر میکنند. من عمر دراز برشان میخوایم با موفقیت و صحت زیاد و همچنان برای خلیل جان راغب که پایه استوار هنرشان است و دیگر دوستا مثل شما و همگی که هنرپرور هستید. یک جان تشکر صاحب از شما. سال نو را برای همه دوستایی که اگر این پروگرام را نشر میکنین در جای برای همه دوستا سال نو را تبریک میگم و سال خوش میخوایم برای شما. تشکر. میربانی صاحب. سال نو 96 هست. میربانی صاحب. زوجان رامش که اصلا برگزاری محفل امشب به قدردانی از استاد محترم استاد مهوش ترتیب دادن در منزلشان هستیم و میخواییم چند کلمه از خودشان بشنویم. آقای رامش سلام احترامات خدمت شما تقدیم میکنیم. شما خود یکی از هنرمندان محبوب
جامعه افغانی هستین و شما در یک فامیل هنرمند بزرگ شدین. خدا مغفرت کنه برادر بزرگوار شما را به جان رامش و انگیزی که شما امی محفل امشب برای استاد گرفتین و این قدردانی را شما برپا کردین، میخوایم بفهم که انگیزه چیست و من طوری خودم قبلا هم ایجا بودیم و شما این مهربانی را قبلا هم کردین. شما یک شب را به افتخار خلیجان راغب داشتین که از اونا قدردانی کردین. همین انگیزی که قدردانی را میکنین، شما زحمت میکشین و دوستا را دعوت میکنین، میخوایم که میره بفهمیم چی است. عرض سلام ادب خدمت تمام دوستا عزیزان. شب بسیار بزرگ است، بسیار شب پر افتخار، شب فراموش ناشدنی است برای من که خداوند افتخار به ما داد که تا بتانیم از استاد بسیار بزرگوار ما از قدماتشان همه ما شما جشن میگیریم و قدردانی کنیم و این وظیفه کلگی است که وقتی که یک کسی که نباشه با چه فایده بگوییم که والله کاش که تو میکردیم، ولی باید هر کس این کار را باید بکنن. بسیار کار آسان و بسیار بسیط، بسیار ساده است که آدم باید از استادای خود، از هنرمندای خوب خود همیشه قدردانی کنه. مثلا بازم به نمایندگی از تمام افغانان شما تشکر میکنم. شما میسه دارین و از هنرمندان در قید حیات که هستن ازشان قدردانی میکنین و یک کاری بسیار نیک است و این کار هر کس نکرده. یک جان تشکر از شما، از مهربانی شما، از لطف شما. خب هرقدر که ما در قسمت هنر استاد مهوش بگوییم کم است و فراموش نکنیم کنار استاد مهوش یک مرد موفق بوده که توانسته همیشه از ایشان حمایت کنن، از جناب فاروق جان. ما سپاسگزار هستیم که همچون جوهر هنر موسیقی را جلایش داد، حمایت کرد که ما می توانیم هنوز هم گوشهای ما و قلبهای ما را از آهنگهایشان نوازش کنیم. ما وقتی از استاد مهوش میشنویم قلبها به تپش می آیند. درست است؟ کف محکم بزنین، واقعیت است. سلام عرض می کنم. خداوند تعالی خیر بتیتانه که امشب زحمت کشیدین آمدین، لطف کردین. خدا در زندگی همیشه خوشبخت و آرام داشته باشید. من کمتر به تشکر عقیده دارم، به دعا عقیده من است. دعا میکنم همیشه که همراه فامیلایتان، همراه اولادایتان خوشبخت و با صحت و با ایمان باشید. و یک دعای جداگانه برای فریبا جان قند، 100 سال دعا کنین همتان که عمرش خداوند 100 سال بسازه، از دواخانه خود برش دوا بده. و از داود جان رامش هنرمند محبوب القلوب ملت افغان تشکر میکنم که مرا تشویق کردن، لطف کردن، مرا به خانه خود خواستن. و از استاد توانا مجسمه ساز محبوب ما آقای نادی، سمیجان نادی، دستایشان میبوسم، با هنرشان احترام دارم. خداوند همیشه جاودان داشته باشیشان. تشکر میکنم، دعا میکنم که همیشه تر و تازه همراه فامیل خود با عزت و با صحت باشن. از همتان تشکر میکنم. تشریف آوریتان خیلی مقدم میگم. امیدوار هستم لحظه‌ای که همراه ما هستین براتون خوش بگذره. جهان سپاس از تک تکتون. Jahon shud maqami
اگر محترم ما به کنار تمنا جان انصاری قرار داریم که اینا هم تشریف آوردن امشب به محفل قدردانی از استاد مهوش. اول سلام و احترامات خدمت شما تقدیم میکنیم. شما خودتان یکی از برنامه سازهای موفق تلویزیون هستین، پروگرام فانوس، و میخوایم نظر شما رو راجع به استاد مهوش و خدماتش در جامعه افغانی و شما از نظر خود استاد چه قسم دریافتین؟ زاید جان، اول از شما سپاسگزار هستم که بر بنده هم حق دادین که با درباره یک جوهر ملت و کشور عزیز ما هم با این کوچکی خود چیز بگویم. سلام به عزیزایی که برنامه را یا امی قسمت میبینن. ما فقط گفتنی ها زیاد است در قسمت استاد عزیز. ما فقط یک چیز میخوایم که بگویم ای است که وقتی که ما به خود میبینم یا به کسانی که آل هستیم، سر استیج هستیم، ما فکر میکنم که استاد مهوش و یا خانما و بانوانی که در وقت بودن چطور تانستن خود برسانن. استاد عزیز واقعا از جمله بانوان مبارز هستند که صلاحشان آهنگشان بود، حرمت و عزتشان بود، سروده هایشان بود و توانستن با می صلاح خود تا امروز بسراین و فرهنگ و کلچر و مقبولی های افغانستان در سر تا سر جهان استاد عزیز تبارز بده و افغانستان و مقبولی هایش به همه و به گوش همه برسانه. که من فکر میکنم همیشه ما از جنگ و دود و غبود و سلام میگیم، میتونه که سلا سروده باشه. که من فکر میکنم استاد مهوش یکی از مبارزین است، کسی است که هنر موسیقی افغانستان به همه قاره های دنیا برد، بگویم بهتر، و شهر به شهر، مملکت به مملکت، کشور به کشور برد که ما نمیتونیم که به چند دقیقه ما خلاص کنیم درباره استاد مهوش. استاد عزیز استاد فرید مهوش همیشه زنده و سلامت باشن. یک خانم بسیار مهربان، مردم دوست و همه ملت دوستشان داره. به وجودشان ما افتخار میکنیم. یک جان تشکر از مهربانی شما، از نظر شما. در قدم اول سلام و احترامات تقدیم میکنیم و میخواستیم که نظر شما را راجع به استاد مهوش بپرسیم. شما خودتان یک شخص هنرمند و تمام هنرمندان جامعه افغانی در تماس هستین و تماس بدین. میخواستیم نظر شما را راجع به استاد مهوش و کارهای ما بگوین، خوش میشین. زاهد جان گل، اول خو از خود تشکر کنم که همیشه مشوق هنرمندا بودی و از خلیل جان راغب. درباره استاد مهوش برتان بگویم که استاد مهوش یک نادر هنرمند است که در افغانستان ظهور کرده و یک شخصیت بسیار بزرگ هنری است. استاد مهوش به تمام دنیا، براستی به تمام دنیا هنر افغانستان معرفی کرده و استاد مهوش صدای داره آسمانی، صدای داره جاودانی و هیچ کس استاد مهوش نشده و نخواهد شد. استاد مهوش بسیار بزرگ یک زن است و اخلاق حمیدش و لطف و مهربانیش با هنرمندا بسیار از نظر من بسیار قابل تقدیر است. یک جان تشکر آقای علم از شما، از مهربانیتان. تشکر. فاروق جان نقشبندی شهر استاد مهوش در کنار خود داریم و سلام احترامات به شما تقدیم میکنیم و از اینکه امشب به این محفل تشریف آوردین بسیار زیاد خوش شدیم. میخوایم نظر شما را راجع به استاد مهوش باعث یک شنونده، باعث یک بیننده، باعث یک فرد عادی، نظرتان راجع به استاد مهوش و هنرش چی هست؟ ما اولا سلام خدمت شما و بیننده های محترم تقدیم میکنم. جارقا ما از شنونده های اول استاد مهوش بودیم. آوازش بی نهایت دوست دارم. پروردگار برش عمر بده که سالهای دیگه هم زنده باشه و برای ما و شما بخونه. از خواننده های دلخواه ما هست. البته ما به همه هنرمندا و هنرشان احترام دارم، میشنومشان، ولی استاد مهوش همونطور که شما گفتین صرف نظر از که همسر یکی دیگر هستیم، از هنرمندای دلخواهیم است. صدایش بی نهایت دوست دارم و صدای خوب داره
بسیار صدای خوب داره. خداوند همیشه داشته باشیش. شکر میکنیم که استاد مهوش داریم. ما اینم که خدمت شما میگم. یک جان تشکر فوق جان، مهربانی کردید. کمپوز این آهنگ از هنرمند گرامی آقای عبدالوهاب احمد عزیز و یا استاد مهوش بسیار زیبا خواندن. ما همونطور که گفتم تا به احساس میکنیم. هر جا که سفر کردم تو هم سفر بود و از طرف رفتم دوست بسیار عزیز و قدیمی ما و استاد مهوش هستند. از زیادتر از 20 سال همراه ما هستند. شاگرد ایشان شریفان هستند. همراه بسیار بزرگ آموختند. بسیار افتخار داشتند. تشکر.
مثلا آهنگ سیاه میخوایم که ما بسیار وقت هستم که جوانان عزیز باید تشکیل شد جوانایی که مسابقه میکنیم ما این نازنین فکر میکنم دفعه دوم از بودیم ولی یکی دو هفته پیش برنامه بسیار زیبای فایدوس این نازنین فان بسیار خوش آمد ما می آهنگ سیاه میخوایم که یک آهنگ اینا بخونه با باز استاد خوش آمد نوبت و افتخار مردمی که میشی سلام عرض ادب دارم خدمت همگی شما دیگه زیاد وقت نمیگیرم وقت استاد جان نمیگیرم بسیار جای افتخار است که من پیش شما جرأت میکنم میخوانم و تشکر از خلیل جان که آهنگ سیاه خود بر ما وقت دادن دیگه بگیم شب از طبیب قلب با استاد جان تبریک میگم شما همیشه عشق و محبت هم بگیم میگیم به دست ابدیت همراه با اجازه هم بگیم کبیر جان و ادام هستن کبیر جان شما را بسیار دوست دارم یک آهنگ از زنده یاد ظاهر و ادار خودم بسیار قلبا دوست دارم باز با شما میگیرم
بینندگان محترم، آقای عظیمی فعلا در کنارم هستن و میخواستم که نظر ایشان را راجع به محفل امشب و استاد معوش بپرسم. آقای عظیمی سلام خدمت شما تقدیم میکنیم. شما هم یکی از فعالان جامعه افغانی هستین که در موضوعات هنری، ادبی، همه چی فرهنگی شما سهم بیشتری داشتین و شما همیشه طوری که من خودم شاید هستم از استاد کلکشن ها و البوم هم دارین. نظر شما استاد از نگاه موسیقی، فهم دانش موسیقی، شک شبه نیست که القاب استادی را گرفته، و از نگاه شخصیت، رویه، کردار و مقایسه با دیگر هنرمندا، به نظر شما چی تفاوت را در استاد میبینید در دیگر دیده نمیشه؟ اول خدمت بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. تشکر از شما و این زحمات همیشگی شما که لطف میکنین در قسمت مسائل فرهنگی همیشه همراه ما هستین، دوست و همکار ما هستین. بسیار تشکر. استاد معوش یک هنرمند شاخص است به نظر من. یک هنرمندی است که از نگاه فهم موسیقی و روابطش در اجتماع بسیار زیاد تاثیر کرده سر از اینکه استاد معوش باشه. و اگر استاد معوش در موسیقی به طور مثال فهمشان در یک سطح پایین باشه، طور آسان استاد معوش نمیشن و این همه تجلیل ازشان به صورت نمیگیره. من در چندین محافل است که امروز استاد هستم و ازشان تجلیل صورت گرفته. ستاره آواز افغانستان است و کسی است که موسیقی افغانستان برای جهان معرفی کرده و در روی جوایز بسیار زیاده گرفتن و تحایف و هاوارد و یپارق شما هم خبر دارین گرفتن. استاد معوش یک ستاره محبوب ماست. خداوند برش عمر دراز و با صحت نصیب بکنه و ما بتانیم از کیفیت صدای زیبایشان و از موسیقیشان همیشه مستفید شویم و از دوجان رامش هم تشکر که همین زمینه را مساعد می سازند. یک جان تشکر از شما آقای عظیمی، مهربانی کردین. لطف شماست. میریا البرت کنار ما تشریف دارن که اونا دعوت شدن برای محفل قدردانی از استاد معوش. میخوایم که نظر ایشان رو راجع به استاد معوش بپرسیم. خانم البرت به شما سلام احترام تقدیم میکنیم، تشریفات شما رو به این محفل خوش آمد میگیم. شما خودتان یک برنامه ساز موفق تلویزیون هستین که پروگرام جهان زن به چندین سال است که در تلویزیون مختلف پیش بود. شما در راجع به استاد معوش چی فکر میکنید؟ بسیار خوب. اول از این که مرا دعوت کردین که من بتانم یک چند کلمه راجع به استاد معوش که سراینده محبوب وطن هستند اظهار نظر کنم. واقعا از شما تشکر، لطف کردین. ما سلامای خدا به تمام بینندگان عزیز میرسانم. امیدوار هستم که سال نو خوبی را اینا آغاز کرده باشن. باز هم ما امشب واقعا احساس خوشی میکنم که در این محفل هستم با جمعی از دوستان. عالمیم سر استاد معوش. استاد معوش استاد هستند، سراینده انجیر طلایی افغانستان که سالهای سال اینا واقعا دلای مردمش شاد ساختن و اینا استاد موسیقی هستند. یعنی کسانی که در به این مقام میرسه، این مقام ساده نیست، هر کس نمیتونه به این مقام برسه. صدای ملکوتی دارن که من شخصا فوق‌العاده صدای استاد معوش خوش دارم و امیدوار هستم که این صدا همیشه انجیر طلایی بمانه و ما مردم افغانستان در هر کجایی که هستیم از هنرمندان خود ما بتونیم که قدردانی کنیم در هر قسمت هنر و نگذاریم که هنرمندان ما بعد از اینکه امرای ما نیستن اینا قدر شوند، وقتی که امرای ما هستن اینا قدر شوند. از شما آقای رسولزاد که مرا دعوت کردین که یک چند کلمه بگویم، جهان ممنون. یک جان تشکر صاحب از مهربانی شما از اینکه بر ما وقت دادین. یک جان تشکر از شما. بینندگان محترم، ان شاء الله باقی برنامه امشب خدمت شما تقدیم می‌کنم. Oh
از آقای جلیل غنی هیروی خواهش میکنیم بیاین صحبتهای خود در قسمت هنر ستاره آواز بگوین. کف محکم با افتخار ژورنالیست موفق ما. با عرض سلام و محبت خدمت یک شما و عرض تعظیم خدمت استاد بزرگوار. نخست باید تشکر بکنم از فامیل رامیش و سایر کسایی که به این جمع آوری نخبگان منطقه ما دست داشتن. من نمیفهم از کجا شروع کنم، فقط میخوایم البته در قسمت استاد همگی صحبت کردن و هرچی هم صحبت بکنیم باز هم کم است. من فقط یک موضوع رو به خاطرم گشت که زمانی که امیر شیر علی خان رفت به هند و موسیقی خوشش آمد، تعدادی از بزرگوارای موسیقی را برای سرگرمی سربازای خود به بالاحصار به افغانستان آورد و در کوچه خواجه خردک جای به جای ساخت. کوچه که امروز به نام پاک خرابات معروف است. نه امیر شیر علی خان فکر میکرد و نه هم سپاهیانش و اطرافیانش که این کوچه خرابات یکی از نهادهای بزرگ فرهنگ افغانستان است میگردد. کوچه است که وقتی که عرفان و تصوف او را یافت تغییر شکل داد و یکی از مراکز بزرگ فرهنگ افغانستان و تصوف و عرفان افغانستان گردید. کوچه بود که در او اشعار مولانا، حافظ، سعدی، جامی، مستان شاه کابلی و سایر بزرگان متصوفین در او قرائت شد، خوانده شد، خانقاه‌ها تأسیس شد و یک مرکز فرهنگی گردید. ثمره از او مرکز فرهنگی نه تنها اساتید بزرگی بودند که اگر همین رو نام بگیریم وقت زیاد خود گرفتیم چون وقت کم است نمیخوام که بود به تفصیل برم، ولی ثمره کلیشان امروز پیش ما همینجا حضور دارن که استاد بزرگ ما استاد مهوش هستند. استاد یگانه‌ای که از طبقه نسوان هرات، نسوان افغانستان قد علم کرد، علم برافراشت و امروز سرآمد تمام نوازنده ها و سرایندگان طبقه اوناس افغانستان است. به افتخار استاد مهوش کف محکمی میزنیم، سر تعظیم فرود میاریم و نه تنها استاد مهوش بلکه امروز موسیقی افغانستان پیروان خرابات افغانستان، چی پیروان حاضرشان چی غایبشان، غایب به معنای ای که کسایی که تعقیب کردن این مکتب در بیرون از کوچه خرابات، از استاد برشنا گرفته تا استاد ترانه‌ساز، تا استاد نینواز، تا استاد خیال، تا استاد زلان، تا همه اساتید دیگه که بودن، اینا همه ثمره علومو مرکز هستند و امروز ما افتخار داریم که ثمره از اون مرکز نه تنها استاد مهوش بلکه کسای دیگه هم در غرب موسیقی افغانستان رو معرفی کردن و از طریق موسیقی افغانستان شناختن. بگذاریم از این که مارک سلوبین آمد موسیقی شمال افغانستان تحقیق کرد، لورنس کاتا آمد موسیقی مرکز افغانستان تحقیق کرد، دکتر امرای ورنیکا آمد، جان بیلی از بریتانیا آمد موسیقی غرب افغانستان تحقیق کرد. اینا همه ثمره کجا بود؟ ثمره خرابات افغانستان بود و افتخار به تمام اساتیدی که از او همین بنیاد گذاشتن و امروز ما ثمره شده اینجا میبینیم. باز هم سر تعظیم فرود میارم به خدمت استاد و از شما تشکر که تحمل کردین صحبت ما را. تشکر از همه.
تنی